پنتاگون از طریق ماهواره‌ای که بر روی ایران قرار داده ثانیه به ثانیه همه چیز رو زیر نظر گرفته و همه چیز در این جنگ تنها در همان ساعت اول اتفاق میفته. اما چگونه؟ قبل از اون که موشکی آغازگر جنگ باشه، جنگ در سکوت مطلق آغاز میشه. نام این مرحله مخوف بلک اوت است که در همان ابتدا تهران را هدف قرار میدهد و عملیات نامرئی توسط سیستم بارکر خاموش آغاز میشه. اختلال شدیدی در ماهواره‌های رادیویی و امنیتی ایران ایجاد میشه و در همان چند ثانیه ابتدایی ارتباط میان فرماندهی مرکزی در تهران و فرماندهان استانی کاملا قطع میشه. اینجاست که بدافزارهای شبکه‌ای که سازمان سیا در شبکه‌های برقی ایران از قبل کار گذاشته فعال میشن. سلاحی مخوف و دیجیتال مشابه با سیستم شایع شده نیتروزئوس که این کابوس فاجعه بار برای سیستم پدافندی است. تهران در تاریکی مطلق فرو میره و رادارهای پدافند هوایی دچار اختلال شدیدی شده و از کار میافتند و کل سیستم دفاعی کور و وحشت زده میشه. حال پدافندهای موجود ایران که بافر 373 و S400 ساخت روسیه و پدافندهای جدید وارد شده از چین که بعد از جنگ 12 روزه پنهان شدند، آماده شکار شدن توسط نیروی هوایی امریکا هستند. اما چگونه؟ نیروی هوایی اکنون وارد تله‌گذاری توسط AMD میشه. صدها موشک AMD 160 شلیک میشن. اکنون صفحه اطلاعات مانیتورینگ راداری ایران آشفته میشه، چرا که این موشک‌ها طوری طراحی شدن که در رادار دقیقاً همانند یک جنگنده خود را نشان میدهند و هیچگاه نمیتوان تشخیص داد که آنها موشک هستند یا جنگنده هایی که به سمت پای تخت هجوم میبرند. و حالا تنها یک راه باقی میماند: روشن شدن رادار سامانه های پدافندی تا موشک ها را شناسایی و رهگیری کنند و در همین لحظه مخوفترین جنگنده ها در سکوت مطلق از راه میرسند. F-35 و F-22 آنها تمام سیگنال های ارسالی از سمت سامانه های پدافندی را قفل می کنند. اکنون تمام سامانه ها شناسایی شدند و توسط موشک های ضد تشعشع خنثی نمی شوند، بلکه کاملا از هم متلاشی می شوند. با کور شدن از کار افتادن تمام سیستم پدافندی و در خاموشی مطلق کابوس اصلی از راه می رسد. سنگین وزن ها وارد می شود. این هسته اصلی حمله قبل از ورود دشمنان به پای تخت است.